در تقریبا همین خیابان تعداد زیادی پلیس جمع آمده گروهی به نام تظاهرگران را که با هیاهو میخواهند سوی خیابان مرکزی حرکت کنند از راه میگردانند و از خود دور میکنند. در یک لحظه این نوار هم دیده می شود افراد جمع آمده با پلیس مقابلت نمیکنند و عقیب میگردند. شب 13 می صدای اعتراضی گروهی از آدمان و تلاش پلیس برای پراکنده کردن آنها ساکنان خیابان مرکزی شهر را به تشویش انداخت. زنها ایخونهاشون برو اومدن اگه تحصیلی وارد چه که پول تکون. در همین حالت با ما را فریاد کردن گفتن چیکار پیدا با ما دویدیم رفتم برون زای سبب رفتم که خیلی مشروف کردم. صدای دادگاه هم که بود. هم خیلی بود. من که نپادایش که سینمی آدمای کارکنی داخلاتش هم خیلی. میلیس و قطعی آدم. همه یا جا بود دیگه. بعد خیلی اومدم گفتم خیلی مشروف کنه تاس نسپاکونه جنگ پنگ نسایفتم و خیلی اومدم تام. وزارت کارهای داخلی میگوید این یک مشق معمولی نیروهای انتظامی است که پیوسته برگزار می شود. نقش تظاهرگران را هم در این برنامه کارمندان ساختارهای قدرتی اجرا کردند. آماده باشی هم وقت کارمندان مقامات همین چیزا گذرانده میشن. بعضی از ساکنان این حالت را عادی و بدون یگان ترس و هراس قبول کردند. میدانید حالا در کشور وضع خیلی معتدل است و جایی برای ترس نیست. وقتی بانگ پلیس را شنیدم فکر کردم یگان نفر قانون را ویران کرده است و پلیس را تعقیب میکند، ولی من تشویش نشدم و این حالت را خیلی عادی قبول کردم. ساکنان تاجیکستان که اکثریت جنگ شهروندی را یاد دارند در هر ازدحام و تجمع سرچشمه ناآرامی می‌بینند و دستگاه ترغیباتی دولت برای شکلگیری این اندیشه تا جای سهیم است. حتما آدم میترسد اگر که میتینگ شود. من خیلی چی میگم من بیسپردیل میگویند میتینگ شود یعنی که آدمو یادگیرشون میزنن. حتما من میلیسا میآید میلیسا میزنن آدمو که من اگر که جنگ اصول شود اگر حتما و یا میخپن که اریس میکنن که محباز محکم میکنن حتما هم خیلی میشه با موبایل اینو دا آدمای بیگونه هم گذاشتن دا من چخیلی که شما مرا من کردید هم خیلی جنگ میشود دیگر آدما رو میخپن میزنن پولش غارت میکنن همین میترسن لیبو آدم میترسن. به اندیشه تحلیلگران گذرانیدن مشق‌های آماده باش در کشور مهمند، ولی باید در دایره چنین مشق‌ها با پلیس نه راه‌های پخش کردن تظاهرگران بلکه مناسبت صلح‌آمیز و راه‌های بی آسیب انجام یافتن اعتراض‌ها آموزانیده شود. خودی مردم طرز دیگر می‌فهمند. پشتیبانی از بعضی هدف‌های بزرگی عملی شدن بعضی اهداف‌های بزرگی ملت باشد، کشور باشد، حکومت باشد، من فکر می‌کنم نگم اشکالی نداره. در تاجیکستان با میتینگ و راهپیمایی‌ها در چهارچوب معین اجازه داده می شود. پارلمان کشور با تصویب قانون درباره گردهمایی و نمایش‌ها سال 2014 برای برگزاری میتینگ‌های به اجازت مجازات تعیین کرد. این قانون برگزاری مجلس و گردهمایی‌ها و راهپیمایی‌های آسایشته را به شهروندان تاجیکستان منع نمی‌کند، اما چنین چاره‌بینی‌ها باید با اجازه ویژه مقامات صورت گیرد. طبق این قانون تشبسکاران چنین چاره‌بینی‌ها باید 15 روز قبل از برگزاری گردهمایی و راهپیمایی به حکومت محل‌ها با عریضه مراجعت کنند و زمان و مکان، تعداد و هدف آن را بیان سازند.